تمام همراهان مجله شیرین، فال حافظه امروز را در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً نفس عمیقی بکشید، ذهنتان را آرام و بدون استرس و نگرانی کنید و روی نیتتان تمرکز کنید. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آنکه چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بی خردی وین چه خطاست. باده نوشی که در او روی و ریا نبود، بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست. ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روا نیست نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه عیب است کز آن عیب خلا خواهد بود، ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست. تفسیر فال حافظه امروز برای نیت شما: هرچه خیر و صلاح شماست برایتان آرزومندم. دوست عزیزم، دلی پاک داری و همواره نیت‌های تو خیرخواهانه هستند. چرا از روزگار گله‌مند هستی؟ خودت را به خدا بسپار تا همه سیاهی‌ها و تباهی‌های زندگیت پایان یابد. در مقابل تقدیر او ایستادگی نکن. خدا بهتر از هر کس بر احوال دل تو آگاه است. اندک از دوستان ریاکارت در رنج و عذاب هستی، ولی با صداقت و صفای دل می توانی زندگی خوبی داشته باشی. تو دستورات خدا را به جا بیاور و بقیه را به خدا بسپار. به زودی خوشبختی به تو رو می آورد و دوران سختی به پایان می رسد. زمان برای استفاده از فرصتها اکنون است. پس وقت را از دست نده. از ریو و دورنگی بپرهیز و بدان که خدا از پنهان و پیدا آگاه است. جای هیچ گونه نگرانی و اضطراب نمی باشد. به شما اطمینان می دهم که با صبر و شکیبایی به مرادت خواهی رسید. دیگران به ظاهر خودنمایی می کنند و شما از این کار رنج می برید. بدانید که بالاخره آفتاب برای همیشه پشت ابر نمی ماند. روزگار بسیار خوب و موقعیت خیره کننده‌ای
در انتظار شما می باشد که با توکل بر خدا روز به روز گره از کار شما گشوده می شود و موفقیت‌های بیشتری در پیش روی شما و اعضای خانواده وجود دارد. پس به شکرانه آن نذر خود را ادا کن و به یکی از مکانهای زیارتی برو و شکرگزار خدا باش. حضرت حافظ در بیت 7 می‌فرماید چه می‌شود اگر من و تو چند قدح باده بنوشیم، زیرا که باده از خون درخت انگور است، نه از خون شما. یعنی شما نباید به ضرر کسی کار کنید و حق الله و حل الناس را در هر دو مورد رعایت کنید. بیمار حتما شفا پیدا می کند و مسافر به سلامتی خواهد آمد و قدمش بسیار مبارک است. کارها بر وفق مراد خواهد بود. خرید و فروش هر دو سودمند هستند. به پدر و مادر خود توجه داشته باش، زیرا نگران شما هستند. کامیابی و پیروزی در چند قدمی شماست. مواظب باش. با ناشیگری و سهل‌انگاری این پرنده زیبا را که در کاشانه شما خیال آشیانه دارد از خود دور نسازید. نسبتاً از زندگی خوبی برخورداری که دیگران به شما حسادت می کنند. پس امور زندگی خود را برای دیگران تعریف نکن. بازنده نسبت به برندگان حسادت می کند و آنها را حقیر می شمارد، اما برنده داوری او درباره دیگران با توجه به چگونگی استفاده آنان از توانایی و استعدادهای خودشان است، نه بر مبنای معیارهای موفقیت مادی و معنوی. پس به خداوند اعتماد کنید و خودتان را به او بسپارید تا بر همه مشکلات و ناامیدی‌ها غلبه کرده و پیروز شوید. از زمانه گله‌مند نباشید و در برابر سرنوشت و خواست خداوند مقاومت نکنید. او صلاح شما را بهتر می‌داند و بهترین تقدیر را برای شما رقم خواهد زد. خداوند را فراموش نکنید که او از نیت قلبی شما آگاه است و در همه حال همراه و هادی شما خواهد بود تا از سرگردانی نجات پیدا کنید. عزیزان، خدا را شکر می کنم که امروز هم در کنار شما بودم. امیدوارم برای شما در امروز بهترین ها رقم بخوره. برای شنیدن فالهای بیشتر حتما چنل ما را دنبال کنید. دوستتون دارم. روز و شبتون به خیر و شادی. مجله شیرین، مجله شما.